رودکاوک در چند شکل وامی خورند. رودکاوک در دو شکل وامی خورند: شکل پالیپی و شکل مدوزگی. صنف‌های اساسی رودکاوک را نامبر کنید. صنف‌های اساسی رودکاوک اینها می باشند: صنف یکم، گیدرویدها. یکی از نماینده این صنف گیدرا می باشد. صنف دوم سیفائیدها. سیفائید کلمه یونانی سیفاس، کاسه. شکل بیرونی نمایندگان این صنف به کاسه مانند می باشد. یکی از نمایندگان این صنف اورلیا می باشد. صنف سیوم کورال های پالیپی. یکی از نمایندگان این صنف اکتینیا می باشد. خلطه پوستی و موشکی در پهن کرم ها کدام وظیفه را اجرا می کند؟ خلطه پوستی و موشکی در پهن کرم ها وظیفه به حرکت آوردن تنه را اجرا می کند. این خلطه از موشک های حلقه شکل، مائل و برقد عبارت است. برای چی پهن کرم ها را دو جنس می نامند؟ برای آن پهن کرم ها را حیوان های دو جنسه یا خونسا گرمافرودیت می نامند که در بدن یک کرم هم عضو جنسی نرینه و هم عضو جنسی مادینه انکشاف می یابد. در دنیا چند نمود پهن کرم ها معلومند؟ در دنیا زیاده از 15,000 نمود پهن کرم ها معلومند. پهن کرم ها از جهت طرز حیات گذرانیشان به کدام گروه ها جدا می شوند؟ پهن کرم ها از جهت طرز حیات گذرانیشان به دو گروه جدا می شوند. یکم، پهن کرم های آزاد زندگی کننده. دوم، پهن کرم های مفتخور. پهن کرم ها چگونه نفس می گیرند؟ پهن کرم های آزادی زنده کننده اکسیژن در آب حل شده را توسط روی پوش بدن نفس می گیرد، ولی پهن کرم های مفتخور باشد در محیط بی اکسیژن زندگانی می کنند. در پهن کرم ها کدام سیستم دیده نمی شود؟ پهن کرم ها سیستم نفس کشی و سیستم گردش خون ندارند. تیپ پهن کرم ها به کدام صنف ها تقسیم می شوند؟ این تیپ به 3 صنف تقسیم می شود. صنف کرم های مژگانکدار یا پلانریا. برای آنها را مژگانکدار می گویند که بدن آنها با اپیتلیای مژگاندار پوشیده شده است. یکی از نمایندگان این صنف پلانریای سفید می باشد. صنف مکنده ها. آنها عضو مکنده دهانی و شکمی دارند. نماینده معمول ترین این صنف کرم جگرمک، شپلک جگر می باشد. صنف کرم ها تسمه شکل. یکی از نمایندگان این صنف اخینوکوک می باشد. پهن کرم ها از چی پیدا شدند؟ پهن کرم ها از رودکاوک های قدیمه پیدا شدند.